خب دوستان عزیز خوش آمدین. امروز روزی تاریخی است. روزی قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان، قانون اساسی دولت. همه شما را به مناسبت این روز تبریک میگویم. دولتداری ملت تاجیک مردم تاجیکستان به انتها باشد، هزار ساله ها ادامه بیابد. کنستیتوسیا راهنمای ما باشد و هر دستاوردی که ما داریم، هر پیشروی که داریم، محض با سیاست خردمندانه و عاقلانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم محمد رحمان و توسط معیار و مقررات کنستیتوسیا عملی شده ایستاده است. خب دوستان عزیز، عنعنه شده است که هر سال موسم نوی بزکشی در همین میدان زیبا، میدان 30 سالگی استقلالیت دولتی شروع می شود و امسال باز میدان ما خیلی زیاد زیبا شده است با سهم مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار تحت رهبری رئیس محترم قاسم روباریچ و برای اسب دوانی و پهلوانی ما شرایط های بسیار خوب و مناسب است و همچنین برای تماشابینان. موافق اخبارات های ما امروز هم پهلوان ها از قسمت مرکزی و جنوبی تاجیکستان جمع آمدند. تکلیف ها بسیار شده بود که پهلوانان ما، اسبای بهترین ما در مسابقه هایی که در دولت های همسایه برگزار می شود رفته اشتراک کنند. همچنین در قسمت شمالی تاجیکستان در ولایت سوخت، لیکن ترتیب بزکشی ما کمترک فرق می کند از جمهوری های همسایه و از ولایت سوخت. من در نظر دارم بز کشیدن با بندک. چند روز پیش ما مجلس فدراسیای پایگاه و بزکشی جمهوری تاجیکستان را برگزار کردیم. رئیسای فدراسیای شهر و ناحیه ها همه اشتراک داشتند. در 44 شهر و ناحیه های جمهوری ما فدراسیا داریم. مکتوبی رسمی برای رئیسای شهر و ناحیه ها، سرداران شعبه کارهای داخلی، بخش جوانان، خب ریاست های تندرستی روان کردیم که بزکشی تنها در عرفه روزهای عید، در روزهای استراحتی شنبه و یکشنبه برگزار می شود. قانون روزهای عید به همه تقسیم کرده ما دادیم. از 6 نوامبر سر کرده تا عید نوروز در تاجیکستان طبق قانون همین قدر روزهای عید زیاد است که چقدر معرکه کنیم می رسد. لیکن بچه ها کمترک تنبلی کرده ایستند. ولایت سوخت پیش قدم. دیروز 2 تا معرکه بزکشی خیلی خوب کردن. یک در ناحیه باباجان غفوروف، یک بزکشی دیگر در ناحیه شهرستان. امروز هم بزکشی دارند. در قسمت جنوبی تاجیکستان همین مسئله کمترک سطح ضروری ده نیست. من باوری دارم که جوانمردای سخاوتمند، مخلصای اسبازی و بزکشی با ما همراه می شوند و نه تنها در میدان 30 سالگی استقلالیت دولتی، در دیگر شهر ناحیه‌های جمهوری هم مسابقه های اسب دوانی، بزکشی و پایگاه برگزار میکنیم. خب دوستان عزیز، معرکه ما و شما راهبری میکند آقای محمد سعید، رئیس فدراسیای پایگاه و بزکشی ناحیه دنغره، شخص تجربه دار. همراهی اون کس میشوند معاون رئیس فدراسیای پایگاه و بزکشی جمهوری کمالزاده سیفالدین، آقای سمی روحاتیچی، آقای فیضعلی. خب ما هم همینجا میشیم. مقصد از آن عبارت است که معرکه سطح بلند بعد در دایره طلبات قاعده یا پرویلایی که ما تصدیق کردگی هم در مجلس فدراسیای پایگاه و بزکشی در اساس همون صورت گیرد. یگان کس از پیش خودش این حلال و حرام اینجا کمبودی شد حل نکنند.
من همینجا رئیس فدراسیون جمهوری معاونای من همینجا با رئیسای فدراسیون و دیگر ساختار و مقامات ها هست. فقط پهلوانی و اسدوانی شما را ما تماشا میکنیم. امروز با چلبر با بندک بز کشیدن بکار. کسی که همراهش بندک گرفته است، اسبوانا یا که دیگر برادرایی که شما را کمک میکند تقسیم کرده تید گیرین، حساب نمیکنیم، قاعده را ویران نکنید. و در معرکه امروزه ما مهمانای اولی قدر اشتراک میکنند. رئیس محترم سر کرده، دیگر اعضایان حکومت. ما چورابینی را بسیار خوب باید گذرانیم. تکرار میکنم، پهلوانا این به شما داخل دارد. اینجا شما باید اسبدوانی و پهلوانی و میدانداری تاند نشان دهید. اینجا جای جنگ کردن و حقارت کردن و تحقیر کردن همدیگر نیست. سال گذشته یک چند مرتبه همین حادثه ها شده بود، حتی بعضی ها را حبس هم کرده بودن. این حادثه ها باید تکرار نشود. همین چند هزار آدمی که همراه ما و شما آمدن، همونا به خاطر استراحت آمدن، به خاطر تماشای اسدوانی ما و شما و پهلوانی ما و شما آمدگی. همین استراحت خوبی مردم ما باید خلالدار نکنیم. قسم زیاد پهلوانایی که در اینجا من دیده ایستادم همه تجربه دار هستند. همه همدیگری را میشناسیم، میدونیم. حرمت عزت همدیگری را به جا آورده جوان مردانه بز کشیدن در کار. دوستان عزیز، پدر و باباهای ما دست قطعی به بندک پهلوانی کده آمدگیان، بز کشیده که آمدگیان. خب بعد جلغش اینا اختراع کرد. می هر وقت ما میپرسیدیم که از کجا پیدا شدم یا دیگر کس پیدا کرد، می یک کم ترک سبوکی کارا که دیدن پهلوانا همیده عادت کردن. 5 تکه کشتگی است، 4 پاچه بریدگی. میدان خوش رو انمی با بخت اقبال ما و شما و تماشابینا خدای تعالی امروز هوای زیبا را داده است. برای اسدوانی یگام مانعگی نیست. فقط احتیاط کنید. معرکه یکمی بزکشی است. اسبا مانولی پورا تیار نیست کو. موسم بزکشی نو سر شد. اسبا را احتیاط کردن در کار. با قول روسا نگروز کن نتیم اسبا را سیاه نشوند. بعد 1 سال دیگه با اسب توبت کردن نگردیم. همه دا داخل داره. اسبا را احتیاط کردن، نوبت قطعی دواندن در کار. ناتیار باشد اگر جبر باید به سر اسب نکنیم و مبادا مسئله حلال و حرام به بحث که پیدا شد. اکای محمد سعید با دیگر نفرهایی که من نوبر کردم اونا در اینجا حل میکنن. همچنین اکای قطبالدین اینجا با این ورتلیاتچه و ثبتش هست. اگر تا اون درجه را باید نیاریم. همه میدونیم اگر تا 20 متر ماندن به مرای اساسیه پهلوان دیگر که قپید بعد گذاشتن کنده پرتافت حلال. نزدیک باشد بذار که کند دور داده گشته از سری نو باید گشته رود. این چیزی عادی است. در پراویل بزکشی قاعده بزکشی ما همین را پیش بینی کردگیه. این چیزی که تجربه شدگی است، یکم جای بحث مناظرهش نیست. خب هنه که ما میبینیم که کیچ خیل اسبا را جو داده است، تیار کرده است، خنک کرده است، توپ دا آورده است که ما تماشا کنیم و راحت کنیم. مسئله بوزکشی به مبادا یگام کس اگر که سوال داشته باشد مرحمت ما جواب میتیم. سوالو نباشد اگر کم ترک منتظر میشیم. رئیس محترم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه که تشریف بیارن معرکه را شروع میکنیم. فهمو؟ سوالو نیست؟ اکای قطبالدین اینقدر سرودای زیاد در وصف پهلوانی و اسبازی ما تیار کردیم. بهترین هنرمندای تاجیکستان خواندن، ثبت کردیم. انا اونا را به نوبت میمونید. بچه‌ها تیار شده میسن. خدای تعالی به اقبال نکند. با تنجی و آرامی معرکه را گذرانیم. خوش آمدید. سلامت باشید.